محبت پاک استاد ترسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن، بی‌شبهه برای نسل‌های زیاد ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. شعر میرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او تمثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع خلق و وطن خویش می باشد. استاد میرزا ترسونزاده واقعاً قهرمان تاجیکستان است. مهر او در آشیان بلندترین دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره نیک فرزند محبوب خویش را تا ابد حفظ خواهد کرد. میرزا ترسونزاده یکی از بزرگترین ادیبان عصر بیستم اعتراف شده با شاه اثرهای جاودانه‌اش در بین خلق‌های دنیا شهرت خاصه دارد. این است که امسال با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار جمهوری به افتخار 110 سالگی این قهرمانی ملت کنفرانس‌های علمی و فرهنگی و چاره‌بینی‌های دیگری ترغیباتی برگزار می‌گردد. در مجموع این ادیب ورزیده تاجیک صدها شعر و داستان، ده‌ها حکایه و آچرکا چون بیراق ظفر به ایجادکارم، منظره‌های خوجند، آفتاب مملکت، خزان و بهار، سرود جوانی، مملکت طلایی، آهنربا، خلق دلیر، چمنستان، وادی حصار، ما از خاروق آمدیم و غیره طول فعالیتش ایجاد نموده است که موضوع اساسیشان را دوستی و رفاقت و وحدت کامل تشکیل می دهد. زیرا استاد میرزا ترسونزاده در عصر بیستم چهره شناخته تاجیک در تمام جهان و قاصد صلح بود. یکی از داستان‌های پسندیده استاد میان میلیون‌ها مخلص این داستان حسن عرابکش می باشد که در آن تقدیر تاریخی طبقه اهالی مهنتکش سالهای بیستم سیوم سده 20 به تصویر آمده است. ابراز اساسی حسن و ابرازهای دیگری اثر چون صدف، ایوان کوزمیچ، رئیس کالخاز، ترسونزاده دانشجو، خطکشان، سوداگر سرای کمری در حل موضوع و مندرجه اثر سهم مناسب دارند. حسن عرابکش می باشد و به اسب و عرابه خود محبت بی پایان دارد. او هنگام سفرهای پی در پی از منظره‌های طبیعت دیارش، از تماشای قطارکوه و درختان قرطاق و وادی حصار نشأه و لذت می‌برد. او جوانی با غرور و سربلند است، عزت نفس دارد و مهنت را اساس زندگی می‌داند. در باب اول دوره جوانی و رواج فعالیت عرابه‌کشی حسن تصویر یافته است. حسن جوان و کم تجربه اسب خود را نشانه آخرین رخش رستم می‌داند، ولی جریان زندگی